روزنامه بوج و خراج نشریه رسمی کمیته اندوز تاجیکستان روز 29 فوریه سال 2024 رویخط 23 آوازخوان اساندوز قرضدار را نشر کرده افزود است که شماره آینده رویخط آوازخوان‌های را نشر خواهد کرد که تا خود را در نهادهای اندوز ثبت نام نکردند و بدون شهادتنامه یا پتنت هنرنمایی و پول کار میکنند. اما در رویخط سیاه 23 آوازخوان اساندوز قرضدار که قرضشان به اولت تا 23 فوریه سال 2024 از 2178 سومونی تا 104272 سومونی نام تن و چند آوازخوان مشهور دیده می شود. از جمله سنگلی میرزایف بنا به اطلاع مؤلف طاهر ذکرالله اساندوز 10619 سومونی، قرض غالب جان یوسفوف 5014 سومونی و علی شیرخان عبداللهیف 19317 سومونی قرضدار بودند. چنین به نظر می رسد که دیگر ستاره های رقم یک اندوز خود را همه سر وقت می سپارند و یا کمیته اندوز از شرمنده کردن آنها این بار خودداری کرده است. ولی دو زینه اول را در این روی خط بهرام اشوروف و آوازخوان اساساً تویگرد جمیله کریمووا به دست آوردند که به حساب مقامات اندوز بقیه قرض اندوز بهرام اشوروف 104272 سومونی و جمیله کریمووا 81398 سومونی را تشکیل می‌دهد. همین طور فیضعلی عمر با یک آوازخوان تویگرد اساندوز 57687 سومونی، ظریف جان گلماتوف 43275 سومونی، دلشاد ایماتوف 35056 سومونی، صاحب جان کنجایف 31248 سومونی، شرافالدین یورماتوف 23475 سومونی، بختاور محمودوف 20120 سومونی و مشرف رجبوف 14019 سومونی قرضدار بوده. بقیه قرض هنرمندان دیگر از 2178 سومونی تا 7799 سومونی را تشکیل می‌دهد. بوج و خراج یادآور شده است که فعالیت سرایندگی، نوازندگی، رقاصی، راویگی و بنوارگیری در جشن و معرکه‌ها و دیگر چاره‌بینی‌ها در اساس قانون جمهوری تاجیکستان از 19 مای سال 2009 تحت رقم 508 درباره بقیدگیری دولتی شخصان حقوقی و صاحبکاران انفرادی و قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 31 مارس سال 2022 تحت رقم 151 قاعده های اندازبندی فعالیت صاحبکاران انفرادی در اساس پتنت و شهادتنامه فعالیت کننده به تنظیم درآورده می شود و سوبیکت های در این سمت عمل کننده خود را باید به قید دولتی بگیرند و با شهادتنامه صاحبکاری تامین گردند. اما می افزاید نشریه اگرچه یک قسم هنرمندان فعالیت خود را در اساس مقررات قانونگذاری سایه اندوز برام مانده، عهده‌داری های اندوز خود را سر وقت و در حجم پوره اجرا نموده ایستادند، ولی قسم دیگر به پرداخت سر وقتی اندازهای مقرر شده بی توجهی ظاهر کرده در نزد بودجت از حساب اندازها قرضدار شدند. یک گروه هنرمندان بنا به بی‌اعتنایی عهده‌داری های انداز خود را سر وقت اجرا نکردند که این به صفتناک تامین شدن نشان دهنده های قسم درآمد بودجت دولتی تاثیر خود را رسانیده ایستاده است. مؤلف می نویسد که متخصصان ساحه انداز عامل‌های اساسی در نزد بودجت قرضدار ماندن هنرمندان را پیش از همه در پست بودن معرفت اندازسپاری و در مهلت‌های مقرر گردیده قانونگذاری انداز به طور دخلدار و پوره اجرا نشدن عهده‌داری‌های انداز از جانب سرایندگان معنی داد می‌کند. ذکر شده است که تا 1 ژانویه سال 2024 مبلغ بقیه قرض اندازهای سرایندگان زیاده از 570,000 سومونی را تشکیل میداد. در نتیجه کاربری و چاره‌جویی‌های مقامات انداز تا 23 فوریه قرض سرایندگان 68,000 سومونی کاهش یافت. یادآور میشویم بوج و خراج اخیراً رویخط بلاگرهای از انداز قرضدار را نیز نشر کرده بود.